دوستای عزیزم سلام عرض میکنم. امروز 21 جنوری سال 2017 میلادی است. ما شفیع عیار باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. برنامه های زنده ما در واقع می خواهیم که برنامه های شما باشه، یا حداقل برنامه های ما و شما باشه. ما برنامه های خود که به تنهایی است دارم، او از کس نظر نمیپذیرم، تلفن نمیگیرم، خودم برنامه ما میسازم، برای شما در اختیار شما میگذارم. در این برنامه ما یا در این برنامه های زنده ما منظور ما است که اگر بتانم ما یک پل شوم برای عبور و مرور نظریات شماها. برای بسیاری شما سخت است که یک برنامه برای خود داشته باشین. با این ترتیب بدون از اینکه کدام وقت زیاد یا مصرف را متقبل شده باشین میتونین حصه بگیرین. شما میتونین در ظرف یک هفته در مورد اخبار بفهمین، در مورد اوضاع وطن، در مورد جهان و حتی در قسمت ادبیات، در قسمت اسلام، در مسائلی که شما علاقه دارین. حتی اگر اون مسئله مرغ جنگی هم از شما میتونین زنگ دهین، همون نظرتانه، گپتانه، قصه تانه، معلوماتتانه با هموطنا شریک بسازین. یک مشکلی که احتمالاً در برنامه ما باشه که هموطنای ما کمک تعلل میورزن که نشد در این برنامه کمک کم معلوم شوند، به هیچ وجه ترکایی نیست. یعنی ما یگان دفعه در برنامه خود استدلال میکنم و قایم استدلال میکنم برای ازی که اگر نکنم به سوالای شما به درستی جواب ندم، با اظهارات شما، با انتقادات شما، در او صورت شما مو اعتمادتان به ما از دست میدین. و اگر ما او کار انجام بتم، در او صورت خدا ناکرده میشه که جرأتتان از دست بتین و دیگه فکر کنین که بمانیم که خودش گپ بزنه چون معلومات داره، توضیح درست میده. بنان بیاین که شنونده باشیم نسبت به گوینده. آهسته آهسته باید تعداد گوینده ها، کسایی که با یک اعتماد گپ میزنن، کسایی که با معلومات مستند مستدل گپ میزنن، این تعداد باید به مراتب زیادتر شود. باید از همدیگه یاد بگیریم. شما میتونین نمره ما در روی صفحه است، زنگ بزنین و حصه بگیرین. این هفته امریکا یک رئیس جمهور نو داره، دونالد ترامپ. دیروز یا پریروز ایناگوریشن دی بود، یعنی روزی که یک رئیس جمهور که تازه انتخاب شده حلف وفا یاد میکنه، سوگند یاد میکنه که وفادار میباشه به بیرق از این مملکت، به خود از این مملکت، به افراد از این مملکت، به قانون از این مملکت و برای شکوفایی کشور مبارزه میکنه. ما فکر میکنم در طول سالهایی که ما در امریکا بودیم، آقای ترامپ یک استثناء است و این استثناء به این معنی نیست که بسیار بالاست یا بسیار پایینه. آقای ترامپ یک کسی بود که از روز اول در میدیا برآمد که شایستگی نداره، معلومات نداره، سواد لازم نداره، تجربه کاری نداره. اما در طول همین یک سال آقای دونالد ترامپ بسیار به خوبی تانست که بدرخشه. از جمله امی سپیچ یا خطبه را یا خطابه را که در جریان امی حلف وفا یاد کرد، واقعا یک خطبه بسیار خوب بود. رئیس جمهورهای امریکا ما هیچ وقت ندیدیم که حلف وفای خود از روی صفحه بخوانند. کسی که در امریکا رئیس جمهور میشه حتمی تا اوسه رسیده می باشه که بتانه امو سپیچ خود از دل خود و از مغز خود بخوانه. بفرمایید دوست عزیزم، شفیع عیار هستم، خود معرفی کنین. سلام علیکم آقای عیار صاحب. سلام عرض میکنم دوست عزیزم، بفرمایید. من جمشید هستم، از جرمنی تماس گرفتم. بسیار خوب آقای جمشید. آقای عیار صدایتان شنیدم. تشکر. 5 سال شاید هم بیشتر میشه که برنامه
های شما را می‌بینیم، بسیار پروگرام‌های خوب داریم. تشکر. تشکر می‌کنم از شما که لااقل یک روشنی می‌اندازیم برای مردم افغانستان. یک خوشخبری براتان بتم که کیر گیلانی بود همی هم امروز پیر بله ها رقمی بگم بله ها و گفته یگان تا بعد از شد خوشحال شدیم. خدا کنه که رهبرای ظالم افغانستان بخیر کم کم نابود شوند از بین برن. بدون شک آقای گیلانی با وفات خود یک تعداد زیاد مردم خوشحال ساخت. ما فکر من خودم که همین فیسبوک و همین چیزا رو کسایی میکنم، یک نفر کدام نفر اگر یک تصویر کشته باشه همه ابراز خوشحالی و شادی دارن. میگه معلوم میشه که رهبرای افغانستان واقعا بسیار خائن هستند، بسیار خیانت کردن به کشور ما. بدون شک آقای گیلانی در جمله خائنین دست بالا بود. رفیقش ابولهب مجددی و اینا مثل ازی که اردوش دموی لسته که باید دیگه پای دراز میکردن و میرفتن، اما آقای مجددی هنوزام شق کرده کت اسرائیل. و حداقل برای کسایی که از یا باقی میمانه لازم است که به لبهای مردم ببینه و به چشمهای مردم که لبها چقدر درازتر میشه و چقدر گشاده میشه و چقدر بخنده میشه و یا ای که چشمها از کدامش عشق پایین میشه. نه از روی اینا میتونن یک جمع و تفریق کنن، نه تا بازمانده ازیا بلکه خائنین دیگه که وطن ما را به این مصیبت ها انداختن. اینا با مردنشان یک رسم گذشت و یک جشن دیگر را در مملکت برپا میکنه. یعنی جایی که ملت خب بیچاره است که اینا را نتانست محاکمه بکنه و نتانست از پای ویزان کنه، حداقل همو که اسرائیل هم یاره میبره دوام خوشی خود ابراز میکنن. آقای گیلانی یکی از امو خائنین بود و مثل از این هزارها خائن دیگه است که در روز مرگشان مردم به وطن میآید. ما بسیار خوشحال شدم آقای جمشید. زنده باشین. تشکر. ما هم خوشحال شدم صدایتان را شنیدم. در مورد بله بله فکر کنم که لاین شما مورد این مسئله دین صدایتان را میشنوم. بفرمایید. در مورد همین دین من با شما زیاد موافق نیستم. خیر. از یک شاید شما میخوایی یک کمی روشنگری بندازی که مردم یک ذره طرز فکرشان تغییر کنند. بله ها. اما من کلا به نظر شما در این حساب موافق نیستم، به خاطر از اینکه شما اگر یک طفل که نوزاد از خود از یک خانواده یهود برای حتما یهودی میشه، از مسیحی برای مسیحی میشه، هر اینکه باشه بالاخره رشدی کلان شد و اونمون که سر از وقت تعمیر میشه بالاخره یا مسلمان میشه یا مسیحی میشه یا یهود میشه. اگر خانواده بیدین باشه بیدین میشه. به نظر شخصی خودم دین ساخت ذهن خود انسان هاست، انسان ها ساختن دیدن. بله. به خاطر یک زمانی بود است که انسان ها حتی سخن گفته نمیتونستن. بله. اما کم کم رشد کردن، مغزشان که رشد کرد برای خود یگان توضیح دادنش یک ذره برای ما سخت است، ولی بله. برای خود یگان مفکورهایی را ایجاد کردن. من به نظر من این قسمی هستن و خود خدا میگن خود از ذهن خود انسان ها ساخته شده. من خود طرز فکر من اینجوری هستن. کاملا هر کس میتونه طرز فکر خود داشته باشه، اما ما هنوزام در این فکر هستم که در یک جامعه دین داشتن به خیر و سلاس نسبت به بدینی، مگر دینه که به خاطر مهربانی و انسانیت و دستگیری و آبادی و امران باشه، نه دینه که مردم برای فریب، برای قتل، برای کشتار، برای ناامید ساختن مردم، برای چور و چپاول. اینمی آقای گیلانی یکی از نمونه های بارز است در قسمت سوء استفاده از دین. اینا خودشان شراب میخوردن، زنک بازی و بچه بازی خودم میکردن، دوزی خودم میکردن، خیانت و وطن فروشی، اما پیش مردم پف و چف میکردن که گویا ما نماینده های خداوند بلا تشبیه هستیم. این دین خرابترین دین است. اما اگر یک آدم به اساس دین
قبول کنه که ما باید مهربان باشم، دست مردم بگیرم، دروغ نگویم، مال مردم نخورم، خیانت نکنم و ده ها چیز خوب دیگه. او دین داشتن با مراتب خوبتر نسبت به بیدینی. از این خاطر این نظر شخصی است، ولی هر کس میتونه نظر خود داشته باشه. آقای جمشید، اما آقای عیار، اگر انسان از خودترکی در مکتب آموزش نبینه، درس نخونه، مثلا مطالعه نکنه، چون مسائل دینی را هرچی قبول خواند، فکر نکنم طرز فکر روشن و آزاد داشته باشه، همیشه اسیر یک چیز می باشه. کاملا این گپ شما درسته. ما مربی های خراب داریم در دین. 6 سال ما همیجا آمدم، امی ملاها یکیش قادر نشد که از امون چیزی که یا به عیس دین جور کرده بودن دفاع بکنن. یعنی ما یک آدم نبودم که از پیش ما ایتو گریز بکنن، ولی ثبوت شد دمی 6 ساله که ما برنامه داشتم که ملاها دین نمیفهمن و ملاها از دین و از آیین نمیتونن دفاع کنن و نمیتونن مظهر یک عقیده سالم باشن. این مشکل جامعه ما در 1400 سال می بود که از دین اینا یک وسیله برای آزار و اذیت و چور و چپاول جور کرده بودن. اگر اینا واقعا مردمای مهربان می بودن، به اساس یک معقولیت منطقی دین تشریح میکردن به مردم و مهربانی را جایگزین شقاوت میکردن، ما یقین دارم که امروز خودت با یک محبت و یک مهربانی راجع به دین گپ میزدی. اکثریت ما، اما ملاها در واقع دین یک حربه بر سوی استفاده در جامعه استفاده کرده بودن، بنابراین دین با خود یک جای بدنام کردن. اما این گپ خود درست است که ما اکتساب میکنیم. ما دین در واقع اکتساب کردیم از کسایی که پیش از ما بوده. کسایی که پیش از ما بوده از کسای پیشترشان. متاسفانه که اکثر بزرگای ما همین وظیفه خطیره مانده بودن به دوش ملاها و ملاها فکر کرده بودن که خدا صاحب خو گپ نمیزنه، پیغمبر هم فوت شده، اینمی ما مانده، ما هر بزچرانی که دمی دنیا بکنیم اونمون میشه. بنان اینا اینمی خلا را استفاده کردن برای دزدی و چور و چپاول. وقت عزیز که آهسته آهسته ای را تغییر بدیم و دین خدا با یک دینه که مهربانی و مرحمت و دستگیری باشه تغییر بدیم، در اون صورت ما دیگه مشکل نمی داشته باشیم. دین در جامعه نمیتونه مشکل به وجود بیاره. در واقع ملاها بدین ترین طبقه مردم است. البته کل ملاها من نمیگم، من ملاهایی را که در تلویزیون ها میبینین 90% از اینا بدین ترین مردم مسلمان هستند و اینا مردم به کجراه میکشانند. یعنی مدمی 6 سال ما امیر ثبوت کردم که یک ملا قادر نبود که بیای واقعا با یک شکل منطقی گپ بزنه که همین مردم مسلمان امو گپ از امور قبول بکنن. یعنی هر کدامش که آمد از ملا کوثر تا دایی تا ملاقای چوچش، هر کدامش که آمد یک لغت روی خود دور داد و گریخت و پیش مردم امو گفته بیدل که میگه در خانه این مسخره دختر شده باشد، دونموت یک حالت مسخره گریختن. بنان مردم اعتماد خود و اعتبار خود از این ملاها از دست داد. اگر نه من یک آدم روی کوچه بودم، اینا همگیش علمای دین بودن، مردم گپ از یار 100 دفعه قبول میکرد، گپ مرا یک دفعه نه. اما ما در 6 سال ثبوت کردم که نه، گپ ما قابل قبول باید باشه، گپای از یا غلط است. بنابراین ما شما آهسته آهسته میتونیم. بفرمایید. اما آقای عیار، در کتابای دینی فرق نمیکنه، قرآن باشه یا که تورات باشه یا انجیل باشه، چیزایی که در اون نوشته است او چیزا خیلی مطالبش نادرست است. من خواندیم در کلش، وقتی یک ملا یا عالم دین یا هر کس بیای از روی زیاد نظر به و بخواه و عقاید مثلا در یک جامعه تطبیق بکنه، حتما مشکلات زیاد میشه. نه، مغز انسان همیشه در رشد، در پیشرفت است. کتاب از 2000 سال پیش، 1400 سال پیش دیگر در جامعه نو مثلا بخوای قانون و چیزایی که زمان بودن یک پیادت معلوم دار است که یک چیز وحشتناک. نه آقای جمشید، این کتابای قرون وسطایی شما یک جامعه را ساخت یا یک
امکان نداره. آقای جمشید بادی زور است، یک چیزی است که به زور سرکلکی تعمیر شده کسی نمیتونه نظر بده. چون نظر بدی هم حکم مرگ دارد، هم میتونن آسان آدم رو بکشن که تعلیم دادی یا که ملاها بله، اما ما بر شما امیر تشریح میکنم آقای جمشید که ما میتونیم یک استنباط خوب از دین داشته باشیم، حتی اگر قبول کنیم که در قرآن چیزایی است که امروز ما وارا نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر زمان و مکان. قرآن پاک در خود امیر به ما مانده. قرآن یک کتاب است که به ما اجازه را داده و به طور مثال در قرآن است که گوشت خوک حرامه، اما تحت شرایط دیگه حلال است، با مو اندازه که در او افراط نکرده باشیم. یعنی ایتنا گوشت خوک نیست که حرام است و تحت شرایط خاص حلال میشه. تمام قیودات اسلامی تحت شرایط خاص میتونه که ابعاد وسیع‌تر پیدا کنه و مورد استفاده قرار بگیره. اگر خداوند به ما حرامترین که گوشت خوک تحت شرایط خاص اجازه داده که حلال باشه، هر چیز دیگه میتونه که حلال شود تحت شرایط خاص. اما به شرطی که مردم این گپای ملا را پس کنن به شرطی که مردم ملا را اجازه نده که در دستش کارت باشه در گلون مردم بانه. حالا خب ملاها ایتو میگن که اونمو 1400 سال پیش هر چیزی که بود این امروز باید هم تو باشه و در او 1400 سال پیش هم که شما ببینین یک جامعه عقب مانده بود که بسیاری از چیزایش امروز هیچ سر نمیخوره. اما اگر ما امو گشایش را که دین برای ما اجازه داده، قرآن اجازه داده، او را در نظر بگیریم، چیزا را ما میتونیم تعدیل بکنیم به قسمی که گوشت خوک حرام تحت شرایط خاص بتانه حلال باشه. و این بزرگترین یک اجازه است که در قرآن وجود داره. بنابراین ما میتونیم که دین به عرصه زمان و مکان به شکل درست توجیه بکنیم که برای ما پر از منفعت باشه. خداوند بزرگ میگه ما این قرآن رایی نکردیم که شما در مشکل بفتین. یعنی هر جایی که شما دیدین که قرآن یک آیتش میتونه با مشکل برای جامعه تبدیل شوه، شما میتونین تعدیل بکنینش به اساس زمان و مکان. بنابراین ما فکر میکنم که ما مجبور نیستیم که بر علیه دین بجنگیم. ما میتونیم بر علیه ملاهایی که استنباط نادرست و خشک دارن از دین بجنگیم و دین و قرآن از پیش از یا بگیریم و قرآن به اساس زمان و مکان خود ما مورد استفاده قرار بدیم که در او بتانیم خوب آرام زندگی کنیم. ولی به هر حال ما بسیار خوش شدم آقای جمشید. تلفن دیگه خودم میگیرم باز در برنامه دیگه. خوشحال شدم آقای عیار که همراهتان هم صحبت شدم. زنده باشین دیگه. بسیار تشکر. برنامه شما که میبینم لذت میبرم. تشکر. بسیار تشکر. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم، خود معرفی کنین. سلام عیار صاحب، همه دوست مطمئن باشین. تشکر دوست عزیزم، خود معرفی کنین. اسم من ناصره. بسیار خوب آقای ناصر. من یک سوال داشتم. بفرمایید. جواب بدید. بفرمایید. آیا شما در زندگیتان کلمگوی دروغ گفتین؟ اوه این بسیار یک گپ عادی است معلوم دار. خب اینال دروغ گفتن با هر قسمی که باشه یا با هر شیوه که باشه خیانت انسانی است. بدون شک یک بخش از خاصیت انسانی میتونه باشه. بله. اینال از شما یک سوال. خب یک سوال تان جواب دادم، این سوال دومتان. اینال مقصد مدرسی. بسیار خوب. مقصد من احتمال عزیزی است که یک نفر میره الزام میکنه که ما یک دیدم که یک بالغ داره. ببخشید نفهمیدم، امیر دوباره تکرار کنین، صدا یک رقم شکست. خب ببینید آیا شطور یک پای شما دیدین؟ نه خیر نه.
احتمال میره که همون یک شطور یک پایش میده باشین؟ بله اگه یک شطور بگیرین با قساوت بکشین که از گردن شروع نکنین از پا. نه مثلا کشتن نه، همون تو ترتیب پیداش نباشه. من ندیدیم، میتونه که ایتو چیزا در طبیعت اتفاق بیفته، ولی فکر کنیم که نه، من ندیدیم و ما فکر نمیکنم کسی دیگه. آیا احتمال از این موجود است؟ اما قبول کنیم به شکل عمومی که نه، ندیدیم. ایناله یک آدم، یک انسان ادعا میکنه که یک نفر، یک پرنده برای ما پیغام رو که این تمام گلکسی، تمام دنیا هست، ما خودت در اینجا پیدا کردیم که باید همین اینا را مشوره بدیم. چون یک ادعای یک انسان هست، کسی دیگر هم ندیده. آیا این دروغ شده میتونه؟ احتمال از شطور یک پای بیاته یا احتمال از این که آدم راست میگه؟ اصلا این بسیار زیاد فرق نمیکنه که کدام احتمال زیاده، به خاطر به اثر از این احتمال یک چیز را ما ثبوت نمیتونیم. فکر کنین که اگه یک نفر این چیزا در طبیعت اتفاق میفته، مثلا یک آدم که 2 تا کله تولد میشه، یک اسب که 2 تا کله، یک مار، یا یک نفر 2 تا برادر تولد میشه که شکمایشان به هم چسبیده، یعنی آدم 2 کله‌ای 4 پای تولد میشه. و یا میتونه باشه که یک حیوان تولد شوه که تنها 1 پای داشته باشه، یعنی یک دفیشنسی داشته باشه، یک کمبود داشته باشه. این چیزا میتونه در طبیعت باشه. آیا در زندگی ما اتفاق میفته که ما همون یک چیز ببینیم شطور 1 پای، مثلا سگ 2 کله میتونه دیده باشین، مار 2 کله. ایناله آیا احتمال از این که ما ببینیم زیادتره یا احتمال از این که گپ دروغ باشه زیادتره؟ میتونه که هیچ گونه فرق نکنه، ولی به نظر شما چی بسیار مهم است ای که این استدلال میکنین؟ مهمتر به من است که یک نفر ادعا میکنه که بر ما یک پرنده، یک احوال آورد که در تمام دنیا همین گلکسی که هست اون را همیشه رها کرده خدا، همون پروردگار متوجه توست و تو اینی پیغام مربوط به تمام دنیا بده. منظورتان از قصه سلیمان و هدهد است که در قرآن است؟ منظورم از تمام پیغمبرات، نه تنها از یک سلیمان. نه، از دیگه پیغمبرها قصه پرنده درش نیست که پیغام برده باشه. ما فکر میکنم که از حضرت سلیمان و هدهد است که در قرآن پاکه. اما ما و شما در دین که میشه باید به شکل کلی ببینیم که چطور ما دین میتونیم به یک طریق مثبت استفاده کنیم. اگر ما پوینت های منفی دین بیرون بکشیم، هایلایت کنیم، معنیش است که ما برای اضمحلال دین حرکت میکنیم و اگر پوینت های مثبتش برای فریب مردم حرکت میکنیم. بخصوص در جوامع اسلامی ما که مردم به شمول پدر و مادر ما بسیار معتقده، ما راه بیرون رفت آسان از مشکلات دینی باید پیدا کنیم. ما با دین مشکل نداریم، بعض سبقای دین سوء استفاده کردن با این مشکل داریم. این حال ما میتونیم که ایره برای اصلاح از این مشکل حرکت کنیم که با مراتب آسانه، یا برای اضمحلال دین که متدینین هم که تزیید مشکل می باشه. یعنی اگر شما برای اضمحلال اسلام حرکت کنین، باید گردن بسیار مسلمان هم کتش زیر پای کده باشه، نگه زیر کار نکنین. این حال چرا ما در جوامع خود، مثلا سال 1357 یک حزب کمونیستی روی کار میشه، یا کمونیستی ها مگه نه حداقل با عقاید مارکسیستی، که اینا فکر میکنن که دین تریاک توده هاست، ما دین باید پایه‌هایش سست کنیم و بناهن برداشت از یایی است که اگر یک آدم نماز میخوانه آدم مطلوب نیست، اگر هیچ جاره مطلوب نیست، اگر چادر میپوشه مطلوب نیست، و این باعث یک جنجال کلان در جامعه میشه، چون معیاری است که اگر نماز میخوانه غلط است، اگر ریش داره غلطه، اگر چادر داره، و بنان یک تعداد هموطنان ما متاسفانه در زندانا میره، در حالی که پاکترین مردم بودن و حتی با می حکومت نو که آمده بودن خوشم بودن.
10 سال میگیره تا که باشن 10 سال میگیره تا هموطنای ما متيقن شوند که متوجه شن که والا ما مجبور نبودیم این همه کار کنیم. یک داد کسای دیگه به نام دین میایه و فکر میکنه که نه این چون ریش نداره باید بکشیم، این دیگه چادر نمیپاشه بکشیم، او خورا حال تبدیل میشه به الله اکبر گفتن. تا اینم امروز اینمی کار در افغانستان ادامه داره. بنان ما باید در این فکر باشیم که چطور مشکل در جامعه محدود بسازیم، چطور نزدیکترین راه بیرون رفت از مشکل پیدا کنیم. بنان ما میتونیم با اسلام بجنگیم، یعنی با مسلمان ها، یا ما میتونیم با مشکلات دینی که دیگرها به وجود آورده بجنگیم تا امون مشکل که مهمترین او را پس کنیم. باقی دیگه ای که حال هدهد امیر برده بود یا نه، باقی ای که آیا سلیمان به چی رقم مرد، آیا مثلا گنج قارون وجود داشت یا نداشت، یا برای ما اگر وجود هم داشت کدام چیز به وجود نمیره، اگر نداشتم اگر این قصه ها ساختگی بوده و پرداختگی بوده با ما کدام نقص یا فایده نداره. بنان ما باید در فکر ازی باشیم که راه نجات نزدیکترین از این مشکل در جامعه، چی از نقطه نظر سیاسی، چی از نقطه نظر دینی، چی است. یک تعداد کسایی که مخالف دینه ما را انتقاد میکنن که آقا اگر تو یک بینی خمیری برای دین جور میکنی. نه، ما جور نمیکنم، نه ما برای علیه دین مبارزه میکنم، نمیخوایم که از دین در اینجا یک مجسمه جور کنم. نه، یک سلسله چیزاست در دین که باید ما قبول کنیم و یک سلسله چیزای دیگه است که باید نگذاریم. اونو چیزایی که باعث قتل، کشتار و بدبختی شده که مردم دیگر از زنجیر انداخته، که زن حق و حقوق نداره، که انسانها برده شده، اینایش باید پس کنیم، باید استاد شیم. باقی دیگه چیزایش ایتو ما ضرورت نمیبینم. بفرمایید. سوال من از شما این بود که گفتم آیا انسان از شما دیدین که دروغ نگفته باشه در زندگی خود؟ ما عوض از که بگویم نه ندیدیم، ما برای شما گفتم میتونم که به ندرت اونمو شتر یک پای که گفتین، اونمو شتر یک پای چانس یک آدم است که هیچ وقت دروغ نگفته باشه. به نظر من دروغ در بعض جایا نیازمندی است، ضرورته. ما وقتی که در سال 1359 دزگیر شدم دخواد، ما یک دوسیه دارم که شاید چندین صد ورق باشه و ما یک بلند منزل به اندازه 1000 منزله جور کردیم در تحقیقات خود، کلش دروغ. اگر من راست میگفتم حداقل 2-2.5 هزار نفر زندانی میشد. دروغ در بعض جایا به مراتب ضرورتر از راست است. اما باز دروغ تا دروغه، دروغه که حق مردم دیگر را تلف کنی، در عمر باید نکنی. دروغه که مردم دیگر اذیت کنی، سر مردم گپ بسازی. شما سعی کنید 6 سال ما برنامه دارم، به خدا اگر سر یک کس یک کلمه گپ ساخته باشم و حتی اجازه ندادیم، بسیاریا با ما زنگ میزنه اینی تو کدی تو، من نمیم که گپا را در تلویزیون بزنم. اینال دروغ تا دروغ است و کار تا کار است که کدام کار کدام دروغ در کجا. بنان من خودم شخصا ندیدیم و اگر باشه اونمو شتره یک پای است که شما پوشش هستین. نه اینال وقتی که میگیم دروغ خیاست انسانی هست، یکی از خیاست های انسانی است. اینال ما چطور بپذیریم که یک نفر میگه ادعا میکنه که برای ما از طرف خدا یا از طرف امور پروردگار را که میشناسه اینی چیز آمده که شما بایستی کار کنید و خود از او آدم هم سواد نداره، حتی نوشته هم نمیتونه بخونه. بازم شما در اون قسمت دین کار میکنین که ما در اون قسمتش کار نمیکنم. ما به می قبول کردیم که اینمی یک پیغمبر بوده، خداوند رایش کرده، امی کتاب خداونده. در این کتاب خداوند چی چیزاست که امروز میتونه در جامعه ما کارا باشه، اینمی را به شکل پازیتیو استفاده کنیم. آیا امی پیغمبر ما نظر به گپ شما که میگین بلا تشبیه دروغ گفته یا نگفته، چی مشکل را در اینجا حل میکنه؟ نمیکنه. خودت میتونی پدر یا پدر کلانت متقاعد بسازی که گپت قبول کنه؟ نه، ما نمیتونم. بهتره که یک راه پیدا کنیم که در جامعه بتانیم در کنار هم زندگی کنیم و عقاید همه اجازه ندیم که باعث قتل و کشتار ما شود. بفرمایید. نه، مقصد ما از شما ببینید یکی عوام فریبی میاین در پشت پرده های تلویزیون میشینن عوام فریبی نیستن که وجدانن باید حقیقت آشکار کنن. شما ببینید اون روز فرا خبر
آزار خیابانی بود. یکی از علمای دین میگه با آیت میگه نظر به سوره تحریم آیت 66 میگه آزار خیابانی حرام است و بیخی گپای میزنه و هیچ مطابقت هم با قرآن که اون آیت را که میخواند نیست. شما او را ببینید او برای خود پیغمبر آمده که برای زنای بله مشنوین بله ها. شما او را ببینید اون شخصی برای آیا خدا اینقدر همه کارا را اعلام میکنه میرن شخصیت داخل خانواده داخل فامیل پیغمبر میگن که میگه زن را که این کار با تو حرام کردیم حلال نکو حلال کردیم حرام نکو و این یک مانای دیگه میتن در پشت پرده تلویزیون میآیند. آیا این آنفریبی نیست؟ این دروغ نیست؟ و اون قرآن که یا میخوانن اهانت نمیکنن خیانت نمیکنن؟ در این سوالتان نمیفهم که ایرا ما چطور جواب بدم. ما خودم شخصی و شپاس که نمیفهمید ما جواب ما گرفتم. جهان سپاس میشنم شما پرده تلویزیون. بسیار زیاد تشکر. ما فکر میکنم که کلگی ما در همین شرایط فعلی که قرار داریم تنها یک چیز باید در ذهن خود بسازیم که چطور ما یک شرایط را در وطن به وجود بیاریم که این مردم بتانن نفس بکشن، که این مردم کس نزنه، که این مردم کس نکشه، که تو رقم ما فکر نمی کنی عقیدت غلطه تو را باید بکشیم، یا تو باور داری به قرآن بلا تشبیه مزخرف است تو را باید ما بکشیم. اینمی مسئله که یکی دیگر را توهین کنیم، بزنیم، بکشیم، این را باید پس کنیم. امروز 1400 سال پیش نیست، 1400 سال بعد است. در زمان پیغمبر تلویزیون نبود. اگر کمره می بود تمام چیزایی را که پیغمبر کرده می بود امروز ما شما میدیم، شاید بسیار افتخار میکردیم، شاید هم بسیار خجالت میکشیدیم. هر دوی از احتمال داره. امروز ما نمیتونیم که خود 1400 سال به عقب ببریم یا ادعا کنیم که همون چیزایی که 1400 سال پیش بود امروز وجود داره. پیغمبر هم امروز اگر می بود رقم 1400 سال پیش زندگی نمیکرد. امروز در طیاره میرفت، در موتر میرفت، در شتر نمیرفت. بنابراین یک چیز بسیار ضرور است که ما از این به شکل مثبت استفاده کنیم. بفرمایید دوست از روی خط است. بله السلام علیکم آقای عیار. ما عبید هستم از جرمنی. آقای عبید سلام علیکم، چی حال دارین؟ صحت شما خوبه ان شاء الله؟ من خواستم در قدر از شما بپرسم بعد از صحبت ما شما برای پنجشنبه ما آدرس های ایمیل خود، نمرات تلفن خود، آدرس خانه را همگی که از طریق ایمیل آب به شما فرستادم، امید است گرفته باشین. ما فکر میکنم که اگر یک بار در چیام رایی کنین shafiayar@hotmail.com. ما این دفعه در برنامه بعدی میمانم. ما از اون طریق هم میگیرم اما شفیعیار ایرا اسپلنگش میمانم SHAF like Frank IEAYAR. همین نام خودم شفیعیار @hotmail.com. در این میتونین رایی کنین. دیگه دوستای هم که اگر چیز دارن از طریق ایمیل میتونن در اینجا رایی کنن. ما او را میبینم. آقای عبید سپاس میکنم. ما تکرار میکنم شفیعیار @hotmail.com @hotmail. بله شما ات میگین hotmail HOTMAIL. بله خب سعید ما را بعد صورت شاید فبازگه او را بانیم بهتر میشه. ما در info دقاق روان کردیم. بسیار خوب. بازم بطان او را مخواستم کنم گفنیم. بسیار خوب. امروز بخیالم بطان مذهبیست. بله من میخواستم در این ارتباط همچنان یک چیز روشنی کردم. به نظر من مهمترین چیز بر مخلوقات زنده انسانیت است. بله. موجودات زنده یا آدمیزاد، هر آدمیزاد در وجودشان احساسات شیطانی و انسانی است. کاملا. و آدمیزادی که بتانه احساسات شیطانی خود سرش غلبه داشته باشه و او را زیر فشار قرار بده و احساسات انسانی خود بالا ببره، او آیسته آیسته به طرف انسانیت میره
و این مهمترین راز. هر وقتی که یک آدمیزاد یا یک آدم به انسانیت رسید، یعنی در مرحله میرسه که در اون وقت حتی به نظر من مذهب هیچ نمه رول دیگه نداره. این مهمترین چیزی نمیست که برادرای ما، هموطنان ما در این ارتباط زیاد تفکر کنن. این خرافاتی که از این زمانی قسم شنیدیم، از این جا قسم شنیدیم، این ملایی کل خرافاتی که ما شما میفهمید به درد ما نمیخوره. هر انسانی که منطقاً فکر کرده بتونه سر یک مسئله درک میکنه که اکثر این چیزا ساختگی و از او بهره برداری میشه از این افراطگرایا یا از این کسانی که به حساب امی رای مذهب یا امی افراطگرایی بگوییم یا ای که امی ملایی را که قبول کردن از این یک رای عاید دارن یا مجبور هستن که این امی گفار بر مردم که سواد ندارن یا کم سواد هستن بیان کنن تا کمو حیات حفظ کنن یا ای که امو رای عاید خود محفوظ داشته باشن. بله. دیگه من یک سوال از شما میخواستم به ارتباط دموکراسی در امریکا بکنم. شما نظرتان در قسمت دموکراسی در امریکا چی است؟ چی یک نظر دارین؟ آیا یعنی استبلیشمنت امریکا یعنی به حساب ادمنستریشنش واقعا عقیده به دموکراسی دارن یا ای که این یک نمایش است که همیشه هر 4 سال بعد بین دو حزب قوی دموکرات ها و ریپابلیکان میشه؟ باز من چون میخوایم نظرهای خود بکنم. بسیار خوبه. ما فکر میکنم که در امریکا دموکراسی وجود داره، اما دموکراسی به مردم همچنان مربوط میشه که در او سرزمین زندگی میکنن و چطور دموکراسی را به نفع خود میتونن استفاده کنن. آیا دموکراسی امریکا زیادتر به نفع مردم امریکا است یا به نفع کسای بزرگ و کمپانیای بزرگ؟ ما فکر میکنم که اینی نقطه است که باید ایش زیاد توجه بکنیم. امریکا مشتمل به صدها کمپانی بسیار بزرگ است که اقتصاد هر کدامش از اقتصاد افغانستان که در یگان دفعه دهها و صدها چند با مراتب خوبتره و بجتش با مراتب زیادتر است. این کمپانی ها منافع خاص خود دارن که به طریقهای مختلف او منافع خود به دست میارن. دموکراسی در امریکا زمینه سازی میکنه برای از این کمپانی ها که بتانن به مقاصدشان برسن. به طور مثال یک کمپانی اسلحه سازی است. در اینجا تمام آزادی ها وجود داره. اینا لابینگ میکنن، با سناتوران میبینن، با اعضای حکومت میبینن، اینا را قناعت میتن که جنگ به طور مثال در اینی منطقه دنیا ضرور است که شوه به خاطر که منافع ما را تهدید میکنه. کدام منافع را؟ مثلا یک کمپانی اسلحه است یا 10 کمپانی اسلحه است که اینا با فروش اسلحه بیلیون ها دلار به امریکا میارن. با وجودی که این منفعت اولا به وا مربوطه، اما همون منفعت است که حکومت امریکا را تقویه میکنه با دادن تکس، مردم امریکا را با ایجاد کار تقویه میکنه. بنان این دموکراسی که وجود داره و کمپانی های کلان ازش استفاده میکنن به نفع امریکا در مجموع تمام میشه. مردم امریکا همچنان دموکراسی را به نفع خود استفاده میکنن. شما دیدین در جریان اناگوریشن یا حلف وفای رئیس جمهور دیروز در واشنگتن مظاهرات کلان بودک، مردم ها سر گرفتن، حتی با استفاده از دموکراسی یک یاد کارایی کردن که نباید میکردن، از جمله شکستاندن شیشه ها و فضله ها را در خیابانات تید کردن. اما در امریکا این آزادی وجود داره که مردم خود ابراز کنه. یک آدم عقیده دینی خود میتونه ابراز کنه. ما که یک آدم هیچ کار هستم در امریکا میتونم در سر آقای ترامپ منفی یا مثبت گپ بزنم، سر آقای اوباما، سر از این مملکت، و ای که یک آدم هستم که 30 سال شده که ما در اینجا آمدیم، شاید 25 سال است که ما در اینجا طبیعتش قبول کردیم. اما اینمی آزادی را ما در مملکت خود نداریم و امی دموکراسی باعث ازی شده که مردم مبارزه کنه و جامعه به یک جامعه اعتدالی تبدیل شود. یک سیاه، یک سفید، یک اسپانیش، یک خارجی، یک مسلمان، یک هندو، هر کسی بتانه که با استفاده از دموکراسی
برای قبولی خودش در جامعه کار بکنه. این چیزا در امریکا وجود داره و این چیزایی است که مردم دنیا از این باید یاد بگیرن. اما آیا این دموکراسی همیشه به شکل مثبت به نفع مردم؟ نه. مردم ها از این میتونه سوء استفاده کنه، از این میتونه به خاطر تحقق یا رسیدن به منافع غیر قانونیشان پیش برن، نظرات خود حکومت امریکا را تاثیر پرتن به شکل منفی. همین چیزایی که در 8 سال گذشته در جریان حکومت اوباما شد، اینا یک تعدادش بسیار غیر قابل بخششه. از جمله شما در لیبیا میبینین، در سوریه میبینین، در عراق، در افغانستان و کل از این آقای اوباما مرتکب شده. ولی اونمو با استفاده از دموکراسی مردم آمدن، کمپانی آمدن، لابی کردن، حکومت قناعت دادن که اینمی با منفعت ماست. با وجودی که یک تعداد هموطنای ما بخصوص فکر میکنن که دونالد ترامپ بر علیه مسلمان است، اوباما خوب بود، اما اوباما و هیلاری و اینا در 8 سال گذشته به مراتب بر علیه کشورهای اسلامی و مردم از او کشورها بود و به نفع داعش و طالب و این مردمای قاتل بودن. امیدوار هستم آمدن آقای اوباما ترامپ یکم تفاوت بیاره، ولی دموکراسی هست در امریکا، یک چیز شایسته و قابل ستایش است و اما که روز تا روز زندگی انسان ها بهبود پیدا میکنه. من یقین دارم که انسان ها در امریکا و در اروپا و کشورهای دیگه باعث عظیم میشه که امی دموکراسی را در یک وضعیت بهتر قرار بدن برای استفاده بهتر. این نظر ما بوده. بفرمایید. درسته. شما فکر نمیکنید این تحریکاتی که فعلا در امریکا مثلا به شکل مظاهره صورت میگیره، مثلا دیروز در روز تعلیف آقای ترامپ این تحریک شده یا پلان شده باشه، مثلا از طریق آقای جورج، اگر بشناسینش، یک میلیاردر است که مخالف آقای ترامپ بود و یکی از دوستای بسیار نزدیک فامیل کلینتون است و یکی از اسپانسورای امی به حساب یک اتحادیه که دارن از او است و یک توطئه هست فعلا علیه آقای ترامپ، چرا که اگر شما آگاهی داشته باشین و نمیخوایم که من میخواستم مثلا بگم شاید از حکومت سایه که در امریکا هست شاید از او آگاهی داشته باشین، این حکومت سایه فعلا خود در خطر میبینه، قدرت خود در خطر میبینه و میخوایم که به هر شکل شود آقای ترامپ به زودترین فرصت از قصر سفید بیرون کنند. و به نظر من از نظر شما کمی که تفاوت داره. دموکراسی در امریکا به اولیگارشی تبدیل شده. هر کاندیدی که در امریکا کمتر از 500 میلیون دلار داشته باشه نمیتونه خود کاندید کنه. من مطالعه که نسبت به امریکا دارم، طبعا در آلمان این مسائل بسیار بازتاب میافته. اول از دست مردم امریکا هیچ کس به ریاست جمهوری نرسیده و حتما باید پولدار باشه و یا یک از طرف حکومت سایه که بانکدار هستند مثل فامیل روتشیلد از بانک آف امریکا یا از فامیل مارگن یا از فامیل راکفلر یا باید از اون تو جایا حمایه شوند یا از طریق قبلا خودتان یاد کردین فابریکای اسلحه که خانم کلینتون از او حمایه میشه. بدون حمایه از اونها یک قسم مردم ها هیچ وقت به قدرت رسیده نمیتونن و تا بالا که به طول همین سالهای اخیر که آدم سیستم امریکا را مطالعه میکنه بعد از دو حزب دموکرات و ریپابلیکان تا بالا هیچ حزب یا حزب هیچ یک حزب دیگه در علیه قدرت ریاست جمهوری تکیه نداره. این خودش نشان میده که در امریکا سیستم دموکراسی از بین رفته و به اولیگارشی تبدیل شده. پس کسایی میدارن به علیه قدرتن و یا خود کاندید کنن که اون نام قبلا گفتم کم از کم باید 500 میلیون دلار در حسابشان باشه. این دموکراسی گفتن نمیتونه شود. یا کسایی که اضافه از 60% زیر خط فقر زندگی میکنن او چطور میتونه که خود از دموکراسی بنامه؟ دموکراسی درست است این که شما بگید این آزادی بیانی که مثلا ما میتونیم کسی را انتقاد کنیم یا نکنیم، این انتقاد جای را نمیگیره. اونها قدر قدرت دارن که ما چقدر چیغ و فریاد بزنیم این جای را گرفتن نمیتونن و از همین سبب نظر من یک کمک تفاوت دارد. دموکراسی اصلا در هیچ نقطه کره زمین وجود ندارد. در هیچ نقطه کره زمین
در آلمان یکی از محبوب‌ترین کشورهای دنیاست از لحاظ اقتصادی. در اینجا تا دموکراسی وجود نداره. امیال اضافه از 80% مردم امریکا میبخشین آلمان مخالف اساکر آلمان در افغانستان بودنشان در افغانستان هستند، اما دولت در اونجا اساکر خود روان کرده، نه تنها در اونجا، در کینیا، در چند کشور افریقایی روان کرده. این دموکراسی شده نمیتونه. دموکراسی اصلا از بین رفته. دموکراسی اصلا وجود نداره. این فقط بازی است. حتی در امریکا یک نمایش است. این آقای اوباما یک بودجه‌ای بود که از طریق حکومت سایه اسپانسر شد. انتخابات را که داشت به میلیاردها دلار مصرف شد و همون اهدافی را که حکومت سایه در امریکا داشت او را پیاده کرد. و همیال هم تمام مسائلی که ما در روی زمین میبینیم در تمام کشورهای جهان مثل افغانستان، این اهداف اقتصادی است که از طرف شرکت‌ها یا از طرف کانسرن‌های بزرگ اقتصادی در حکومت امریکا تعمیل میشه. و همه قسمه که شما گفتین بسیار آدم میتونن به شکل مثلا منطقیش فکر کنن. وقتی که یک فابریکه لباس تولید میکنن، مثلا پتلون، پیرن، جمپر، اینا کلش در بازار میبرن، عرضه میشن، به فروش میرسن، کهنه میشن، دوباره تولید میشه. یعنی تولید یک چرخش دارد و باز تولید میشن. یعنی سرمایه گذاری که شده او منفعت میاره به سرمایه گذار. اینال کسایی که در بخش ارزسازی سرمایه گذاری کردن، در بخش حربی اساکر جنگی سرمایه گذاری کردن، خصوصا در امریکا بودجه اردوی ملی تقریبا 20% از اساسش اساکر شخصی. اینا هم که میخواین سرمایه گذاری کردن از اون منفعت ببرن. اگر این کل دنبارها مانده شود که او کسی که سرمایه گذاری کرده این چرخش اقتصادی از بین میره. آقای عبید با اجازه شما ما یک تبصره کوتاه میکنم، باز میریم که اگه دیگران باشه ما شما امروز یک بالانس میکنیم. گپای شما را ما چی میکنم، یک تبصره کوتاه میکنم. اگر چی شما گفتین که در قسمت نظر شما با ما اندک تغییر داره، ما فکر نمی کنم تغییر داشته بوده باشه. بخیال ما با دو رقم مختلف این گپ زدیم. اولی که در امریکا قسمی که ما گفتم کمپانی های بسیار بزرگ، امریکا مجموعه یک تعداد کمپانی های بسیار بزرگ است که هر کدامش به اندازه یک مملکت اروپایی سرمایه داره و قدرت داره. این دموکراسی در امریکا دموکراسی مردم و دموکراسی کمپانی است. مردم چرا؟ به خاطر که مردم دینمی کمپانی ها مربوطه. به چی دلیل؟ یکی که کار میکنن، دیگه ای که سهم دارن در این کمپانی ها، شیر هولدر هستن. و حتی در جهان شما در جرمنی میتونن شیر هولدر یک کمپانی امریکایی باشین که هر چقدر او منفعت کنه شما هم. اینال در اینمی منفعت کسای مختلف شامله و ما مردم امریکا در این منفعت شامل هستیم. من میبرایم یک تیل میخرم گلن $2.5. اگر این کمپانی ها نباشه، این حکومت نباشه، ما شاید $10 بخرم. و منفعت ما است که ما این حکومت سپورت کنم و اینمی دموکراسی و وجود ما در این حکومت برای ما یک منفعت داره. صرف نظر از که دنیا دیگه دنیا در قسمت امریکا چی رقم فکر میکنه، امپریالیست فکر میکنه چی، این یک گپ علایده است. اما خود ما در امریکا اکثریت مطلق مردم در منفعت کمپانی‌ها، چی کمپانی اصل است، چی کمپانی دواست، چی هر کمپانی که است، ما در اون منفعت شامل هستیم. به خاطر که او یک سرمایه سرشار را در درون امریکا میاره که ما کلگی ما ماهیگکای چوچه، ماهیگکای کلان و نهنگا کلگی ما در عین دریا آب میخوریم و مواد میگیریم. بنابراین مردم امریکا در این دموکراسی شامل هستند و در این منفعت که حتی اگر به قیمت تاراج دنیا باشه در این جمعیه ما کلگی ما شامل هستیم. و مردم جرمنی در حکومت جرمنی و کمپانیاش با امور رقم اکثر دنیا، چین، هند، غیره غیره شامله. در دنیا منافع بیرونی و منافع درونی کشورها داره. یک کشور مثل افغانستان نه منفعت درونی خود میتونه تامین بکنه نه بیرونی خود، اما یک کشور مثل چین، مثل روس، مثل اروپایا و مثل امریکا، اینا منافع درونی بیرونی خود میخواین که تامین و تضمین کنن. در وجود اینمی کمپانی‌ها و حکومت امریکا تمام اینمی منافع تامین و تضمین میشه. معلوم دار
شیر را که ما میگیرم از او شاید $1 باشه، شیر را که یک کمپانی کلان میگیره بیلیون ها دلار، ولی او بیلیون ها دلار مربوط یک نفر نمی باشه، مربوط صدها و میلیون ها نفر است که در اوج شیر هولدره. آیا دموکراسی امریکا یک دموکراسی پرفکت است، کامل است؟ نه. دموکراسی تا زمان در جامعه کامل نمیشه که مردم نتانن استادشن و دموکراسی را کامل بسازن. مثلا شما میگین که فلانه بانک اوباما را چی کرد و یا کمپانیا. درست است. خب من را گفتم که در امریکا یک دیو اقتصادی است. در امریکا کسی به $100 میلیون نمیتونه در انتخابات سر بگیره، به خاطر که صدایش به گوش مردم تا که برسه $1 بیلیون کاره. به خاطر که تلویزیون است، اگر صدایت به گوش مردم نرسه، مردم برای تو رای نمیته. بنان صدایت که تا گوش مردم میرسه، نه یک دقیقه، صدایتان که تا گوش مردم برسه باید شما اعلان بکنین. اگر خودت پیسه نداری، کسای دیگه پیسه میته و بر ازی پیسه نمیتن که من خوش دارم که تو رئیس جمهور شی و میگه ما اینی چیزا رو میخوایم. بنان اینی نفر که دیجا خود کاندید کرده چانس ازی که ما منافع خود کت ازی تامین بکنیم زیادتره. بنان ما پیسه میتیم برای انتخابات هیلاری یا ترامپ. اما ترامپ یگانه نفر بود که زیادتر از پیسه خود در انتخابات استفاده کرد و کلانترین ادورتایز شامی بود که ما از کسی پیسه نمیگیرم، بنان گپشم قبول نمیکنم. ما پیسه خودم مصرف میکنم، رئیس جمهور میباشم که گپ خود چی میکنه. این گپای شما درست است. امریکا یک کشور بدون نقص نیست. امریکا نه دموکراسیش پرفکته، نه اقتصاد، نه تمام چیزا. اما تمام چیزا در دنیا مقایسوی است. اگر شما روسیه را ببینین، چین را ببینین، هند را ببینین، امریکا را، اروپا را، به این نتیجه میرسین که در میجه یک سیستم با وجود آمده که زندگی مردم مرفه ترینه. با وجودی که شما گفتین 60% مردم زیر خط فقره. باور کنین من در یک منطقه زندگی میکنم که منطقه معتبران نیست. همسایه ما چی داره؟ همسایه ما نان خود داره، آب خود داره، موتر خود داره، تلویزیون خود داره، یخچال خود داره. آقای به طور مثال بیل گیت که رئیس کمپانی مایکروسافت، این اکسس داره به مون نانه که ما دارم. من میتونم برم تقریبا همین نان که اینا میخورن من حیث یک آدم متوسط بتانم بخورم. یعنی ای که او در بانک خود $100 بیلیون داره، او را من ندارم، او کاغذه، او را نه او استفاده میکنه نه من. اما باقی چیزا را اکثر مردم در امریکا داره. 60% کسایی که میگه پایین خط فقر نه. یک تعداد نفرها کار نمیکنن. یک تعداد نفرها زندگی خود به این اساس جور کرده که والا حکومت اون یک کوپان هم میته، یک نان هم میته، چرا ما کار کنم؟ و ما شخصا میشناسم. اما ما بر شما میگم که اگر در امریکا شما بیاین، آقای عبید، شما برین روز 8 ساعت کار کنین، بعد از 10 سال شما یک خانه دارین، موتر دارین، یخچال دارین، تلویزیون دارین، نان دارین، انشورنس دارین، یک زندگی مرفه دارین. شما میتونین اون رو پایین خط فقر بگیرین. اما نه، به حساب معیاری که امروز در جهان وجود داره، برای بسیاری مردم در جهان و زندگی شاهانه است. یعنی من چشم دید خودم بر شما میگم، من زندگی همسایه های خود در یک منطقه که منطقه معتبرانه نیست برای خود تشریح میکنم. بنابراین ما تو بدبینانه به امریکا نمیبینم. امریکا مشکل های داره که باید سرش کار شوه. انسان ها خودشان در تمام زندگی خود مبارزه کردن و امیال هم در درون امریکا می مبارزه جریان داره. شما میبینید در مقابل دونالد ترامپ امروز مظاهره هسته، چرا که مردم نمیمانند که دستاوردهایشان بگیره. اما معلوم دار کمپانیایی که پیسه داره میتونه ادورتایز کنه، لابینگ کنه، آدمای هوشیار اجاره کنه، ذهنیت مردم ها را به نفع خود دور بده. اما گپای شما و گپای ما درست است. از یک طریق دیگه ما و شما گپای ما بسیار با هم تفاوت نداره، در جمله بندی شاید تفاوت داشته باشه. ما سپاس میکنم آقای عبید. دفعه دیگه باز شما اجازه می داشته باشین که باقی گپایتان بزنین. بفرمایید دوست عزیز. مگه ما چی شده کامپیوترم یگان دفعه که دیرتر چی میکنم. همونطور که گفتم امروز دیروز هم همی کار بود، امروز هم است که در پیش وایت هاوس یک مظاهره کلان وجود داشت، امروز هم وجود داره. و خوبی انسان هاست که همیشه نظراتشان تقسیم شده. یک آدم شیر سفید میبینه که سیاه و در سر از این دعوا میکنن.
در مملکت هایی که مردما به قتل و کشتار چی میکنن کارایشان منجر میشه، اوجه این تفاوت ها واقعا کشنده می باشه. اما در امریکا اگر شما سیاه میبینین یا آقای دیگه سفید، باعث جر و بحث ها میشه و جر و بحث همیشه برای هدایت انسان ها برای داشتن یک زندگی خوبتر کمک میکنه. در جامعه که مردم فکر کنه که تمام گپای ما صحیح است، رسول الله ما بعد از خدا عالم بوده، هیچ جای نمیرسه، افغانستان هیچ جای نمیرسه با می عقیده که ملا میگه که بعد از خدا عالم پیغمبر ما بوده، در حالی که در قرآن بار آمده که سواد نداشته. ایناله اگر ما به او طریق باور بکنیم ما در هیچ جای نمیرسیم. اما اگر اجازه بدیم که جر و بحث باشه، با زندگی پیش میره. و به هر حال برنامه امروز ما به پایان خود میرسه. تا شنبه دیگه در عین وقت که ما به پیش شما دوباره استاد میشم یا میشینم و با شما برنامه می داشته باشم. خداحافظ شما.